سلام، من اردوان مفیدی هستم، مخترع سیستم موقعیتیاب هوشمند خودرو که این دستگاه رو در سازمان اختراعات به شماره 45972 به ثبت رسوندم. سیستم موقعیتیاب یا همان GPS سیستمی است که اطلاعات شما را در قالب طول و عرض جغرافیایی همچنین ارتفاع سطح دریا مشخص می‌کند که با استفاده از این اطلاعات موقعیت در نقشه‌های GIS که می‌تواند نقشه شهر یا جاده یا هر منطقه دیگه‌ای باشه به شما نشون میده. این دستگاه به علاوه نمایش موقعیت دارای یک سیستم امنیتی خودرو می باشد که با استفاده از این تکنولوژی مکان، سرعت و کلیه اطلاعاتی که لازمه برای راننده خودرو یا اون مؤسسه‌ای که خودرو متعلق به اونجاست همیشه قابل دسترس می باشد. خلاصه از این امکانات رو که اگه بخوام براتون شرح بدم هست از قبیل سیستم موقعیتیابی، آدرسیاب، نمایش ترافیک، تلفن مخصوص خودرو، کارکیت، نقشه کشور به علاوه جاده ها، سیستم ضد سرقت خودرو، کد امنیتی مخصوص روشن شدن موتور خودرو، اطلاعات شهری، جستجوی معابر و جستجوی هوشمند اماکن که این قابلیت رو به کاربر میدهد تا نزدیکترین مکان مورد نظرش رو پیدا بکنه. به عنوان مثال نزدیکترین بیمارستان به محلی که هست رو براش نمایش میده و با سیستم آدرسیابی که داره راننده رو به اونجا به اون سمت هدایت میکنه. سیستم مالتی مدیای پیشرفته این دستگاه هم یکی دیگه از مزیت‌های این دستگاه هستش که این امکان رو به کاربر میده تا دستگاه‌های پخش جانبی رو بتونه به دستگاه وصل کنه. اجازه بدید که بخش‌های مختلف این دستگاه رو بهتون نشون بدم. البته نسخه‌های دیگه از این دستگاه تولید شده با عنوان‌های سیستم موقعیتیاب اورژانس، آتش نشانی، پلیس و همچنین یک سیستم مخصوص سیستم نظامی هستش که به دلیل مسائل امنیتی توضیح نمیدیم اونا. در این صفحه که مشاهده می‌کنید اولین صفحه‌ای هستش که با روشن شدن دستگاه باز می‌شود. در این قسمت ما منوهای دستگاه رو داریم که با دو تا کلید سمت راست و سمت چپ و همچنین کلید وسط این قسمت هستش که منوها جابجا می‌شود. در این بخش هم شورتکات هایی هستش از بیشترین منوهایی که کاربر از آن استفاده میکنه. این قسمت هم مخصوص تقویم و قرار ملاقات هایی هستش که کاربر ثبت کرده. در اینجا هم مکانی که ما هستیم رو به صورت خلاصه و کم حجم به ما نشون میده. این بالا هم شورتکات هایی هستش مخصوص پلی و پاز کردن بخش مالتی مدیا، میوت کردن، GPS، کیبورد و ساعت و همچنین قفل شدن دستگاه. در بخش ستلایت که یکی از مهمترین بخش‌های این دستگاه هستش ما داریم منوهای GPS، اینترنت، سکیوریتی سنتر و ترافیک. در قسمت GPS ما شاهد نقشه جغرافیایی تهران هستیم که در حال حاضر موقعیت ما رو بر روی آن نشون میده که بخش‌های تشکیل شده از آن بخش مالتی مدیا هستش، موقعیت ما هستش در صورتی که شما به دنبال معابری میگردیم یا نقشه رو با کلیدهای سمت راست و چپ و همچنین کلید پایین و بالا جابجا میکنید شما رو به محل اصلیتون برمیگردید. در قسمت بعد هم برای ثبت اماکن شخصی استفاده میشه که این تعداد این اماکن به صورت نامحدود هستش و هر چند تا رو که مد نظر داشته باشیم میتونید ثبت کنیم. در قسمت بعد جستجوی معابر هستش که با استفاده از نام معابر و تقسیم بندی آنها بر اساس منطقه و نام منطقهشون صورت میگیره. در قسمت بعد هم اماکن ثبت شده شخصی نشان داده میشه مانند منزل، محل کار یا هر جای دیگه که ما میتونیم اونو اینجا ببینیم. به صورت مثال مثلا ما اینجا شرکت خودمون رو ثبت کردیم و
برای ما میاره. قسمت بعد هم بخش ترافیکی شهر تهران هستش که در قسمت بعدی خدمتتون توضیح میدم. در بخش دیگه ساتلایت ما داریم سکیوریتی سنتر و ترافیک و همچنین اینترنت که قابلیت استفاده کاربر از اینترنت رو داره در شبکه GSM. سکیوریتی سنتر هم بخشی است برای سیستم امنیتی خودرو. در اینجا من نام کاربری رو 1 و رمز عبور رو 1 2 3 وارد میکنم که این اطلاعات از قبل توسط راننده خودرو تعریف میشه. در قسمت کار اسپید یا همون سرعت ماشین، صاحب خودرو میتواند که حداکثر سرعت مجاز برای عبور رو تعیین بکند که در اینجا با شکسته شدن این مرز دستگاه به صورت اتوماتیک اطلاعات رو از طریق پیام کوتاه یا تلفن وارد شده در این بخش به صاحب خودرو ارسال میکنه. در بخش بعد دسترسی های تلفن مخصوص خودرو هستش که در اینجا همونجور که مشاهده میکنید شما می توانید دسترسی های تلفن و پیام کوتاه و دفترچه تلفن و تماس هایی که وارد میشه و تماس هایی که گرفته میشه رو قطع یا وصل بکنید. در بخش بعد ارتباط با خودرو هستش که این امکان رو به شما میده تا با ارسال یک پیام کوتاه از وضعیت موقعیت ماشین، سرعت و محدوده‌ای که حرکت میکنه رو به شما اطلاع بده. همچنین میتونید در این قسمت ثانیه رو مشخص بکنید که در هر به طور مثال 5 ثانیه یک بار این اطلاعات به شما ارسال میشه. در بخش بعد وضعیت ماشین هستش که با روشن شدن یا خاموش شدن ماشین این اطلاعات ارسال میشه. و در بخش بعد هم وضعیت مرکزی سیستم امنیتی ماشین هستش که با تلفن های وارد شده این امکان برای کاربر فراهم میشه تا با این سیستم ارتباط برقرار بکنه از طریق تلفن همراه. در بخش‌های دیگه این سیستم که هنگام روشن شدن خودرو هستش کد امنیتی از راننده پرسیده میشه که با وارد کردن اون اجازه استارت خودرو داده میشه. در غیر این صورت ماشین حتی استارت نمیخوره و برای تنظیماتی که بشه میتونه حتی در صورت دزدیده شدن ماشین هم موتور خودش به صورت اتوماتیک خاموش بشه. در بخش بعدی ما اطلاعات شهری رو داریم که اینجا از 3 بخش تشکیل میشه که بخش اول استریت اند تریپس، اماکن و معابر تهران هستش. بخش بعد خدمات شهری هستش که تشکیل شده از کلیه اطلاعات تجاری ایران، به طور مثال خشکشویی ها، بیمارستان ها، کلانتری ها، رستوران ها یا هر مکان دیگه. و در قسمت تلفن بانک هم کلیه این اطلاعات قابل جستجو هستش. به طور مثال اگر من وارد بخش خدمات شهری بشم، همونطور که ملاحظه میکنید اقامتگاه و هتل ها، اماکن مذهبی، پست، بانک ها و مؤسسات مالی، ثبت احوال و سرپرست‌های دیگه امکان جستجو در آنها هستش. در بخش تلفن بانک هم امکان این هستش که شما اطلاعات مورد نظرتون رو جستجو بکنید و با فشار دادن دکمه این زون یا همون در منطقه نزدیکترین اماکن مورد نظرتون نسبت به موقعیتی که شما هستین پیدا میشه. در قسمت بعد که مالتی مدیای این دستگاه هستش، شما قادرید تا بر موسیقی مورد نظرتون رو پخش کنید یا ویدیوی مورد نظرتون رو ببینید یا پلیلیستی که از اطلاعاتتون دارین ذخیره بکنید. در بخش مالتی مدیا